بچه‌ها به نظرتون یک کلن چقدر میتونه گنده گوز باشه؟ چند تا دو تا از رفیقامو اینا رفتن مولتی بازی کنن، چند استوری زدن، شاخ شده کلن براشون. قرار تیم وار گذاشتیم ساعت 10-11 اینا مولتی، رفتیم مولتی 5-5 یکی از اونا لفت داده. نگاه کنید پی سی، یعنی کلنتون رو دوست دارم. 5-5 زدیم 8-3 باختن. بهونه آوردن شما چی تو یوز اینایید. بعد گفتم فردا سرتون میریم بتل. باخته بتلشون فقط یکی از دو دست بازی کردیم. الان اینو نگاه کن 23-40 23-50. الان یکی رو مرمیسی کیو بردی. آیدی یکیشون یو 23-40 23-50. بتل 23-40 2-2 23-50 2-2. باخته کلن پی سی تو کلن وار.